علامه امینی قدس الله نفسه الزکیه ایشون کراماتی داشت. مگه میشه نداشته باشه؟ مگه میشه عشق بی جواب بماند؟ میشه؟ عاشق امیرالمومنین بود و او هم نداشته باشه چی داشته باشه؟ وقتی حرم نجف میمد مرحوم پدرم میگفت که علامه امینی تو حرم آنچنان بلند گریه میکرد تمام اهل حرم به گریه و گریه میکرد. عاشق بود، عاشق. خودش در راه امیرالمومنین ذوب کرد. حالا این کرامت نداشته باشه؟ بله کرامات زیاد داشت ایشون که من اینا را میدونم، در وقتشم گفتم یه وقتی. حالا این یکیشه میگم. محل شاهد میریم برای اشراف چی؟ خاص. بله میگن ایشون قریب به این مزامی شاید باشد که یه وقتی در منزل نشسته بود دید در میزنن. دیدن وزیر فرهنگ، ما میگیم وزیر آموزش پرورش، وزیر فرهنگ عراق که سنی هم بوده یک نامه نوشته. بسم الله الرحمن الرحیم. علامه امینی، شما که تمام عمرتون را در راه علی علیه السلام گذاشتید، حالا اون علی گذاشتید، من یگانه فرزندم مریض شده، دندوناش کلید شده، الان پا به قبله است، اطباء هم مایوس شدن، این علی شما میتونه کاری بکنه. این جواب اگه برای این نامه برای من بیاد چکار میکنم؟ خاک نعلین علامه امینی هم نمیشه. 100 تا از من بیان ادغام کنن خاک نعلین این مرد نمیشیم. من ایشون زیارت کرده بودم. شیر ولایت بود، شیر ولایت یعنی این. ولی بگی از قول شهید بهشت دروغ بسازی، اینه به اون بزنی، اون به این بزنی، تو پیت نمیدونم تو تا قمه بزنی، تو زیر زمین قمه بزنی، اینه که ولایت نشد. ولایت یعنی امینی. مثل شیر ولایت، شیعه را سرافراز کرد. حالا اگه برای ما بیاد نامه چی میگه؟ هیچ، ما انشالله دعا میکنیم مثل من دیگه یا شما. مثلا یه چیزی به ما بگن دیگه جز این که بعدی دعا بدیم راه دیگه نداریم که. اما ایشون کاغذ گرفت، زیرش نوشت بسم تعالی خداوند به برکت امیرالمؤمنین فرزند شما را شفا داد. چرا شفا داد؟ آقا چقدر آدم باید پشت گرم باشه این حرفا بزنه که ببر نامه رو ببر. حالا مثلا یه 20 دقیقه نیم ساعت چقدر طول میکشید که نامه رو ببرن بالا سر مریض دیگه، افتاده داره میمیره، دندونا کلید شده، از این بر لباساش پوشید، امامش گذاشت، مشرف شد حرم، رفت روبروی امیرالمؤمنین ذریح آقا امام عالمیان ایستاد، گفت آقا قربونت برم، من یه حواله فرستادم رو سیاه هم نکنی. نامه رسید بالا سر مریض، مریض پاشوت نشد. آقا من آب میخوام، نون میخوام. اینا کیان دور من جمع شد؟